سلام، خوش آمدین به سوال امروزی چینل من. سوال امروزی ما و شما هست if گفته اگر x جمع 1/x مساوی به جذر 2 باشد، پس شما x به توان 2024 جمع 1/x به توان 2024 را دریافت کنید که چند میشن. برای حل این سوال و دانستن آن لطفاً تا آخر با من باشید و تا آخر ویدیو ببینید که من این سوال چطور حل میکنم و راه حل آن چی است. لطفاً لایک و سابسکرایب و کامنت هم یاد شما نرود که این برای من یک کمکی است. ممنون شما. خب ما میریم که این سوال را حل کنیم. ببینید ما داریم که x جمع 1/x مساوی به جذر 2. من اطراف زیره به توان 2 بالا مبرم. شما ببینید اینی طرف را ای به شکل a مثبت b کل مربع قرار گرفته که ما این را داشتیم شکل انکشاف یافته شه که a مربع مثبت 2ab مثبت b مربع. حالا ببینید که ما این طرف انکشاف بدیم x مربع مثبت 2x ضرب 1/x جمع 1/x ما جای b است دیگه b 1/x مربع مساوی میشه این درجه جذر با 2 از بین میره، باقی ممونه 2. و این طرف ما میتونیم بنویسیم که x مربع جمع این یک x با x اختصار نیم خلاص شونه 2 ضرب در 1 میمونه 2 جمع 1 مربع 1 x به توان 2 مساوی به 2. حالا در هر دو طرف مساوات 1 منفی 2 را جمع کنیم. این طرف هم و این طرف هم نوشتنیم که x مربع جمع 2 منفی 2 جمع 1/x مربع مساوی میشه به مثبت 2 منفی 2. خب این طرف نوشتنیم x مربع خودش مثبت 2 منفی 2 خلاص میشه 0 باقی مونه. پس این طرف من جمع 1/x مربع مساوی میشه به 0. یک عملیه جمع کسری عامی اجرا کنیم. x مخرج مشترک x مربع را مخرج مشترک میگیریم. مخرج از چنده؟ 1x مربع تقسیم 1 ضرب در x مربع x به توان 4 جمع x مربع تقسیم x مربع 1 ضرب در 1 مساوی میشه به 0. حالا این را چه طرف و وسط ضرب کنیم. x به توان 4 مثبت 1 ضرب در 1 مساوی میشه به x به توان 4 مثبت 1 مساوی x مربع ضرب در 0 x به توان 4 مثبت 1 مساوی به 0 شد. قیمت x را اگر دریافت کنیم از اینجا چه میشه؟ x به توان 4 مساوی میشه به منفی 1. x به توان 4 و این طرف را اگر ما به توان 4 بالا ببریم یعنی توان 4 این علامت اینجا علامتی که ما داریم به نام منفی و این به مثبت تبدیل میشه. پس x ما مساوی به چه میشه؟ مساوی به 1 میشه. x ما مساوی به 1 میشه چون اینجا توان چیه؟ جفت 4 است و علامه را مثبت نه. پس x مساوی به چه شد؟ 1. حالا اگر ما اینجا قیمتش را بندازیم 1 به توان 2024 جمع 1/1 به توان 2024 این مساوی میشه به
1 به توان 2024 1 جمع 1 به توان 2024 هم 1 شد. حالا مثال میشه 1 جمع 1 تقسیم 1 1 جمع 1 مساوی به چه شد؟ 2. این بود از حل سوال امروزی ما. تشکر از اینکه میبینید. ممنون شما. لطفا لایک، سابسکرایب و شیر یاد شما نرود.